سلام دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز من براتون یه کیک یزدی زودتندسری میخوام آموزش بدم و این کیک عالیه برای اینکه وقتی مهمون سرزده میاد و میخوایم فوری شیرینی خوشمزه داشته باشیم. برای شروع اول فرمون رو روی درجه 350 درجه فارنهایت میذاریم که گرم بشه. در این بین میایم شروع میکنیم انجام دادن کارامون. اولین کاری که میکنیم این هست که شکر رو با مواد ترمون قاطی کنیم. اول شکرمون رو توی ظرف مورد نظرمون خالی میکنیم. حالا نوبت تخم مرغامون هستش. 3 تا تخم مرغ درشت یا 4 تا تخم مرغ کوچیکتر یا متوسط. لازم نیست که زرد و سفیده رو مثلا حتی جدا بکنیم، این خیلی درست کردنش راحته. الان شکر داریم، تخم مرغ داریم، روغنمون رو اضافه میکنم. میتونین نصف روغن بریزید، روغن مایع نصف کره آب شده. وانیل، گلاب، اینا رو یکم هم میزنم، بعداً ماستمون رو اضافه میکنم. من با همزن برقی یک دقیقه هم میزنم، شما 3 دقیقه با همزن دستی هم بزنید کافیه. خب الان ماستمون رو اضافه میکنیم. ماستتون نباید خیلی سفت باشه، ماست شل. من حدود 1 قاشق غذاخوری عسلم به این اضافه میکنم برای اینکه باعث میشه رنگ قشنگتری بگیره. میتونین از عسل استفاده کنین یا از کورن سیروپ یا الان اسمش از خاطرم رفت. مواد مایمون رو با شکر زدیم، انقدر باید بزنیم تا شکر ذوب بشه، حل بشه. منظورم از ماست شل این هست که بعضیا میان از این ماستای کیسه‌ای یا ماست گریک میگن یوگرت اینجا استفاده بخوایم بکنین، باید از مقدار ماستتون 1 قاشق بردارین، به جاش 2 قاشق شیر اضافه بکنین و هم بزنین تا یه کمی رقیق بشه. خب الان ما اینا رو هم زدیم و آمادن. نوبت به مواد خشکمون رسیده. آرد داریم، یه کمی نمک، بیکینگ پودر و پودر هل. اینا رو اول با هم قشنگ مخلوط میکنیم. به این صورت. بعد با الک روی موادمون میریزیم و فقط اونقدری هم میزنیم تا همه مواد مخلوط بشن. بعضیا دوست دارن هلش بیشتر باشه، میتونن بیشتر اضافه بکنن. اگر هم دوست ندارین میتونین کمتر بکنین. هل و گلاب میزانش اینقدر که من میگم کاملا به نظر من اندازه است. حالا شما میتونین امتحان کنید اون اندازه‌ای که دوست دارید اضافه کنید. اول یکم همینطوری همش میزنیم برای اینکه الان اگه من روشنش کنم آرد پخش میشه همه جا. الان من فقط اینو یکم روشن میکنم تا مخلوط بشه، همه آرد کاملا یک دست بشه. خب مخلوط ما آماده است، ولی یادتون باشه که مخلوطمون مخلوط خیلی سفتی نیستش. همین اندازه که همه چیز هم بخوره کافیه. الان باید بریزیم توی قالبامون. در ضمن یادتون باشه که تمام مواد به انگلیسی و فارسی توی قسمت توضیحات نوشته شده، میتونید اونجا مراجعه کنین، اندازه دقیق رو نگاه کنین. موادمون آماده شده. ما حالا میتونیم یا با یه ملعقه کوچیک اینا رو توی این ظرفای کیک یزدیمون بریزیم، یا اینکه من میخوام بریزمش توی یه پارچ، برام راحت تره. ظرفمون رو قالب میذاریم، قالبای کیک
یا کاپ کیک و از این کپسولا توش میذاریم. حالا اگه از این ظرفا نداشتین میتونین فقط همینا رو روی سینی فر بشینین و بذارین. این مقدار مواد تقریبا به ما حدود یه چیزی بین 11 تا 13 تا کیک یزدی میده. تقریبا 2/3 قالبامون رو ما باید پر بکنیم. برای من هنوز یه دونه دیگه هم میتونم پر کنم. الان یه کار دیگه هم باید بکنیم. من باید یکم کره ذوب شده بیارم و روی اینا با چاقو یه زبدر بندازم. میبینیم برای من 14 تا دونه کیک در اومد. حالا من چاقومو میزنم توی کره ذوب شده و یک زبدر مانندی اینجا میدم. بسیار خوب. الان یه کار دیگه فقط مونده قبل از اینکه ما بخوایم اینو بذاریم توی فر که البته آپشنال هستش. اگه دلتون بخواد هر جور مغزیجاتی که دوست دارین، من اینجا دوست دارم کنجد بریزم. شما میتونید بادوم یا پسته یا هر چیز دیگه دوست دارین روش بریزین، درصد نریزین. بعد از اینکه اینا رو پاشیدیم روش میذاریم توی فر حدوداً 25 تا 30 دقیقه. خب شیرینی کیک یزدی ما آماده شد و نوبت این هست که امتحانش کنیم. من اینو براتون باز میکنم که ببینیم که بافت توش به چه صورت هستش. ببینید که چقدر نرم و لطیفه. امیدوارم شما هم توی خونه درست کنین و مثل من با یه لیوان چایی نوش جان کنین. به به، جای همگی خالی. خب دوست عزیزم، تا یه برنامه دیگه همتون رو به خدا میسپارم. روز و شب همتون خوش. خدا نگهدار.